بچه یه دو صدام قطع شد. بچه سلام، اومدیم با ویدیو جدید، یه دوئل جدید. بذار صدای بازی کم کنیم بچه ها. چون این ویدیو قراره هم دوتا اتچمنت بدم، هم آیدی ادمینمو بدم که برید ازش خرید سی پی انجام بدید. بچه ها سی پی های مطمئن، خیلی خوب، عالی. بچه ها حتما برید ازش خریداری کنید چون بهترین سی پی ها رو داره. زمان برش 5 ساعت هست، عالی. بچه ها تازه اگه طرف من بگیم از طرف علی آرسنال رفتیم، تازه بهتون میگم کمترم بده بچه ها. خب بچه ها دوتاگانی که آوردم اتششو آخر بازی با همین 350 بازی همینجور رندوم، یار رندوم. نمیدونه من کیه، منم نمیدونم من کیه. خب بریم فکر کنم یکم سخت باشه این بازی چون تنگه. دقت کنید مقاممون اندازه همه از اون مقام داداشم اتچشو حتما گذاشتم، حتما برید ببینید. اتچش اصلا فوق العاده است. اصلا یه چیز بگم، شما یه چیز میشنوه ما که 117 داره یه دوبارش میگه مغز بازی کار نگیم. به بچه ها اگه میخوایم آموزش حرفه شدن با اسنایپ هم بزنم، حتما درخواست بدید داخل داشتم صحبت میگم، حالا ولش کن. داخل کامنت ها حتما بگید. یه سری بچه ها گفته بودن اگه بیشتر باشه حتما براتون میذارمش. مغز بازی اسنایپ و چند تا تا اتچ اسنایپ هم حتما براتون میذارم. حتما برید ببینید. یه دونه تیرم نخوردم حتی. بچه ها بیشتر میخوایم رو گان، اگه گان داریم بیشتر بریم رو کانتینر رو این ور اون ور کنیم. زیر پای نست یه جا پشتتون حتما نگاه کنن کنار اون آنها کنن چی مردن. خب مثلا من میدونم چون بمبم تریکی اونور نمیره، یا اگر اونور بره بعد بمبی رو پس یا باید اینجا باشه زدمش. بچه زیاد با این گانی که الان دارم میرم چون من دستم عادت کرده دیگه به اینجاش. شما این کارو نکنید، هیت فایر بزنید. منم الان بذار تو کار هیت فایر برم. ایزی پیزی. الان مثلا این واقعا باید از اونجا میزدی. سری بگیر بیایم. تمام. اگر نتم بیاری بده پینگم شد 100. نگاه کنید بچه پشماجی چرا پینگم انقدر زیاده. بچه تازه یه ویدیو هم در راه داریم که پینگمون رو چجوری از 100 بیاریم روی 40-50. بچه ها بهترین پینگ دنیا، از پینگ دنیا. خب خیلی رکورد کالا پینگش 29 بوده. یه نفر همجوری عادی داشته بازی میکرده، همیشه هم به پینگش نگاه میکرده. حالا نمیدونم قضیهش چی بوده، اینجوری شده یارو پینگش 20 بوده. حالا ما 4-6یم بچه ها. الان میخوام واقعا اتچو بهتون نشون بدم. الان یکم کمتر حرف میزنم که هم بازی من بهتر بشه، هم ویدیو شما قشنگتر بشه. اینجا خیلی قشنگ رفتم پشتش زدمش پشم، چون خطگیره منم خطگیری میکنم.
فهمیدی چی شد داداش؟ فهمیدم میخواد از اونجا بیاد، یه دونه فایت زدم تموم. یه جامپینگ زدم و تمام. الان ببین یه جامپ، یه چی، یه هیت فایر تموم شده. اینجا چون میدونم فقط یه بمب ابورا سر این خونه میندازم اینجا. از این زیاد استفاده نمیکنم. بس ببینم این چیکار میکنه. البته فکر کنم این بدونم، این نمیدونم چیکار میکنه. اسم بذارم بغل همین. آها جاشو لو میده بچه. تو جاشو لو میده. الان اومده این بینامو نشان اینجا کمپیده. چی شده؟ خب بچه بریم سراغ گانه دوم. کوش کجا رفت؟ خب بچه من این ویدیو بعدش رو کات میکنم. وای اول بچه ها بذارم این گانم بهتون نشون بدم. اتش این گانم براتون حتما بذارم. خب ولی بازم این دو با این هم 4-5 تا بزنیم. بریم سراغ ویدیو اصلی. خب ویدیویی که قرار اتچمنت گان جدید رو بدم. خب اتچمنت گان جدید، اتچمنت خداش. بچه ها من این بازی رو تمام میکنم میام. البته چون 6 دقیقه قرار ویدیو 14 دقیقه بشه. میبینی اصلا چجوری میزنه. قرار ویدیو 14 بشه الان 7 دقیقه است. خب به خاطر همینم باید 7 دقیقه کلا سرمون خرج کنم. آها اینا 8 دقیقهش ما 6 دقیقه سرمون میره. اوکیه بچه ها من برم. 1 2 ویشو. بچه ها اینجا بردمش. بریم سراغ اتچمنت. آخر بازی کیکیو من گرفتم رگوری زدم شد. اینجا دیدم داره ریلو میکنه. گفتم بیا بابا با نایت بخور. تو بچه نایت هم دایمونده. اینجا اچس هم من بابا تمام گرفتم. بچه من با این نرفتم جلو. با یه جدیده که اینجوری شده. خب که کلا وقتی بدون این میری این میگیره. البته نه تو فیلمی که نشون میده با این میره با این بری بدون این میره. خیلی جالبه. یا مثلا بدون باز خیلی بدی. خب بچه بریم سراغ اصل ویدیو. کانه متای دوئل و بتل. بتلش هم بچه اگه فردا بخوایم براتون حتما میذارم. حتما بگید. بریم سراغ اتچمنتش. بریم بچه اصلا من نمیتونم خودم منتظر بذارم. بریم گودی داداشم بگم مولا. نگاه کن این سرش این تایش این سرش این باگم این باشه. اینشم نه این باشه بچه. همین آره این گان شد بچه. این برای چیه؟ این فقط برای هیت فایره. برای بدون هیت فایرم باید اینشو برداری بیا اینجا اینو بندازی. البته نمیتونم گفت. میتونم بگم که هم برای هیت فایره هم برای ایمه. حالا هر دوشو شما میتونید استفاده کنید. اینش هم شما میتونید حتی بردارید. میتونیم بیایم بجاش لیزر بندازید که لیزر خیلی خوبش میکنه. ناکنونش حتی این لیزر عالیش میکنه. یه گیم پلی هم بریم باش بچه ها. من ویدیو کات میکنم تا یه نفر بیاد باش گیم برم.
Make contact. Enemy inside. Enemy in sight. Enemy contact. دیگه پشت دیگه نگیر، بیا همون کن، بقیه شو دیگه اومد کن. خب بچه ها بریم تو بخش تمرینی. let's go بودو. Just another day. Good job. بریم بخش تمرین. بچه ها بعد تازه یه چیزی رو فهمیدم، وقتی داره تیر میزنه گانو میاره بالا، مثل واقعی ها هستن داخل یوتیوب. اگه یکم ویدیو نگاه کرده باشین گانو به سمت پایین دستشون میبرن بالا، به سمت پایین تفنگو میگیرن، اونجوریه میگیره. الان باور نمیکنم، الان بهتون نشون میدم. نکن تیر میزنه اینجوریه، خب میاد بالا میبینه. آره ای رو هدف بزنید تازه چیه یا موقع این بگیره نکن. بعد تازه بچه یه چیزی خیلی بس چند تا بات نوب بیارم. اوکی نکن ایزی ایزی بچه کلا خیلی راحت از زدن. اینو نکن خیلی راحت پشت سر من آنجا بزنن. یه دونه دیگه بیاد. اونم برای مپ شیپمنت عالیه بچه، برای شیپمنت عالیه، به جرئت میتونم بگم عالیه. انمیاش کجا نمیان همجور نایدمش. بذار ما چه کنمش. کوش چی شده؟ چون نمیده چرا باز به همون نمیده بچه. Versus 6. Daha başlayınca yani چه پشت سرم میزنم. اونم جز اگه برم به 5 باشه بچه خیلی خفنه. من با اینکه پینگم 80 خیلی دارم خوب میزنم. ایسفایرش هم بتونم نشون شد پرفکت. از اینجا رو ایسفایر بزنم نمیگیره. میخوام ببینم با چند تا تیر انمی میکنم.
15 تا شروع میکنیم بشه مرد 3 تا هم تازه من پشمان بچه ها لگت رو نها کن لگت نداره خوبشیم خیلی خوبه خب بچه ها مرسی که این ویدیو تا مرسی که تا آخر دیدید لایک و ساب کنید اینم از اتچمنت براتون گذاشتم